یا به قدرت برسانه حاضر نیست که این کارو بکنه. آقای خوستی، شما پاسختان نگرفته باشین در مورد این که اهداف کنسولگری ها مشخص نیست. حالا آقای فرایی گفتن که اسنادی وجود نداره برای اینکه گفته شود. ما خیلی روشن است. چی نمیگم، به خاطر که ما هم کنم اسناد و اونا ضرور نیست که اسناد خود ارائه کنه به دولت افغانستان، چون این جنگ بین پاکستان و هندوستان است، نه بین افغانستان و پاکستان یا هندوستان هستند. ولی ظاهرا که آنچنان که آقای فرایی میگن که افغانستان و پاکستان هم درگیر هستند، آنچنان که در کنر و جای دیگری. ما خواهان کدام دلایل نشدیم. این تا اگر این حملات چندی از سال 2008 به این طرف شده، افغانستان خواهان کدام اکسپلینیشن اگر بگویم یا کدام تشریحات نشده. اینا جانب پاکستان. فکر میکنین همین ضعف از کجا ناشی میشه؟ حالا بیش از 4 بار کنسولگری ها و سفارتخانه هند هدف قرار گرفته، اما در حد خبرها و همین مسائل خلاصه شده و هیچ پیگیری نشده. به خاطر که افغانستان او را ناچیز میگیره در مقابل پول. مثلا در کدام مورد چون این کار را کردن؟ ببینید وقتی که خود پاکستان حمله که از طرف لشکر طایبه و از طرف گروه حقانی سر سفارت هندوستان در افغانستان شد، حکومت افغانستان موضوع را جدی نگرفت و نه یک کلام احتجاج که فقط اسلامی تطبیق کردن یک فاجعه که رخ داد و خلاص و در قاد از آن 75 نفر افغان شهید شدند، حتی بازخواست از او هم نشد. میخوایم فقط موضوع دیگه براتون اشاره کنم که این که میگین که مسئله پول در میان بوده، چه مسئله؟ آیا ایندیا نخواستن که این مسئله اینجا به هر صورت که باشه نمیخواد که اصلا افغانستان به اصطلاح دوستی افغانستان از دست بدن. یعنی یک نیست که اونا در دوستی خود با ما صادق هستند، یک هدف از نیست. اونا مشکلی که دارن مشکل همراه پاکستان دارن. ما اگر از تو نقطه نظر تاریخ بگم ما با هندوستان کنم مشکلی نداریم، در نقطه نظر تاریخی ما کنم مشکل همراهشان نداریم. ولی ظاهرا افغانستان نیاز داره به کمک هند، آنچنان که آقای کرزی بارها گفته که کمک نظامی بکنه هند، سرمایه گذاری بکنه هند و بیاید در بازسازی افغانستان سهم بگیره که تا مرز 2 میلیارد این کشور هم کمک کرده در افغانستان. نه تنها اونا گفتن، بله به ایران هم دست دوستی را دراز کرده که اونا هم سرمایه گذاری کنن و با پاکستان هم گفته که در افغانستان سرمایه گذاری کنن. ولی نگفتن ما که هندوستان و پاکستان اینا دشمن 60 ساله و 70 ساله هستند. اونا از پارتیشن خود ایندیا که در سال 1947 شده به این طرف این مشکلی از نا هنوز خلاص نشده و این که مثال افغانستان میره، کرزی میره به هندوستان میره و از هندوستان خواهان کمک نظامی میشه، این هم به سر پاکستان خوش نمیخوره. به خاطر اینکه میگم شما از کسی طلب میکنید که دشمن مسته. اینا هدف میزه که خود افغانستان باید بسیار با مهارت و بسیار با احتیاط و بسیار با یک صلاح و مشوره ملی گوش کنن که نشه. ولی آقای کرزی ظاهرا چون این کار را کرده که کار به جایی نرسیده. حالا اگر سفرهایش به هند و پاکستان بشمارین، عین سفرهایی را که به پاکستان کرده به هند کرده، به نحوی نشان داده که خب روابط را یکسان نگه کرده در دو پله این ترازو. جناب کرزی به پاکستان تحصیل کردن، اونا به هندوستان تحصیل کردن، اونا علاقه بیشتر دارن به هندوستان، یک جایی هم شک نیست. و با پاکستان که دست دوستی را دراز میکنه دو هدف دیگه هم داره. یکی هدف ما چون ما مملکت هستیم که به بحر راه داریم، راه ترانزیت ما از راه هندوستان است هر وقت، یک مشکل داریم. و دومی که خود به اصطلاح تروریستا و مدرسه هایی که اونجا تربیت میشن و با پاکستان هستند. این دو مشکل مجبور است که جناب کرزی صاحب هر وقت با پاکستان بسیار با احتیاط عمل کنه. ولی این مشکل ما با هندوستان نداریم، از خاطر از دوستی افغانستان با هندوستان. ولی شما میگین که یک بالانس در این روابط